سلام بچه‌ها، موشیوان هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید خفنی دیگه. بچه‌ها امروز قرار توی ویدیو این پارت دوم در سالی براتون بگیرم و عشقشو کنید بچه‌ها دیگه. بچه‌ها یه چیزی دیگه هست، من فری فایر عادیمو تو ویدیو قبلیم گفتم فری فایر عادیم شده فری فایر مکس. اگه برای شما اینطوری شده بگید، چون دیشب من چند تا تنظیمات الکی بلکی رو من چیز کردم، اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. حالا من تو قسمت دیسپلی بچه‌ها اومدم این 6 تا گزینه پایینی رو فعال کردم و یه 6 مگی برای من دانلود کرده شد فری فایر مکس دیگه، به همین سادگی. و آره دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاده. اگه برای شما اتفاق افتاده تو کامنت بگید، حتما میام میبینم دیگه بچه‌ها دیگه. و بریم بریم برای درس سوالی بچه‌ها. یه چیزی هم هست، اگه هنوز نمیدونید که بایپس ها رو چطوری سه تا بایپس بعدی چی ان، تو ویدیو قبل از این ویدیو براتون گذاشتم، برید ببینید سه تا بایپس بعدی رو براتون آوردم و معرفی کردم. و میریم داخل قسمت F، قسمت اچیومنت. و دیروز که من داشتم پارت قبلی براتون میگرفتم، پارت اول درس سوالی براتون میگرفتم، قسمت بتل براتون توضیح دادم و قسمت جوایزش براتون توضیح دادم که قسمت جوایزش این قسمت دومش حالا سر براتون بیارم. تو قسمت این قسمت ماشین میده و یه چند تا از این لامبورگینی و موتور و از این چیز میدم میده، از این ماشین هندیا میده. و تو این قسمت دومش هم بچه‌ها لباس و یه مو، یه لباس و دوباره یه کفش و یه لباس و یه تیشرت و یه دونه از این شورت تکا میده. خب بچه‌ها به نسبت جوایز خوبه، ولی جوایز اصلی ما میرسه به بتل. حالا بچه‌ها ببخشید میرسه به قسمت اوورال پوینت بچه‌ها. خب بچه‌ها میرسیم به این قسمت. بچه‌ها قسمت بتل رو کاملش کنید 6000 تا توکن بهتون بده. میرسیم به این قسمت که حالا قسمت بعدی هم بچه‌ها این قسمت و نصف این قسمت رو کامل کنید، دنس رو گرفتید و عشقشو کرده دیگه. حالا میرسیم به قسمت بتل که دیروز من تا اینجا توضیح دادم. حالا بچه‌ها این قسمت که هیچی، این کینگ بود که کمون که 10 تا از همه بیشتر توی بتل رو کیل میگرفتی و یه به صورت تاج میاد بالا سرت کردن دیگه، رفته این. درسته بچه‌ها، این رفته. این قسمت خیلی راحته. توی بچه‌ها گفته که توی رده بندی 10 دفعه به دوستتون کمک کنید که کمکش کنید بچه‌ها، یعنی ریوش بدید تا بتونه به بازی برگرده توی رتبه بندی و حدود 80 دفعه این کار انجام بدید تا بتون 170 تا توکن سرجم بده. این قسمت بچه‌ها، این قسمت مربوط به زون میشه. زمانی که شما تو زون گیر افتادید، خب وقتی که تو زون گیر افتادید شما، وقتی که میرسید نزدیک زون، شما باید با یه پرش از زون برید بیرون. یعنی وقتی که 1 متر یا هر چقدر که به مقدار کوچیکی به زون نزدیک شدید بچه‌ها، یه مقدار به زون نزدیک شدید با پرش از زون میرید بیرون، 80 دفعه این کارو کنید 170 توکن بهتون میده. قسمت بعدی بچه‌ها، قسمت بعدی خیلی آسونه. قسمت بعدی اینه که بچه‌ها توی قسمت CS رنگ باید از همه بیشتر یاراتون رو ریو بدید. یعنی باید بشید به صورت فرشته نجات بشید و 100 دفعه این کارو کنید 170 توکن بهتون میده. قسمت بعدی هم بچه‌ها بهتون توضیح بدم. قسمت بعدی گفته باید بچه‌ها 30 دفعه پشت سر هم که نه، 30 دفعه باید بویا بشید که این کار خیلی آسونه. قسمت بعدی بچه‌ها گفته چیکار کنید بچه‌ها. توی قسمت باید توی بتل رنگ بچه‌ها به صورت وفادار باشید. گفته باید وفادار باشید و حدوداً یعنی چی؟ یعنی اینکه ایس کنید بچه‌ها توی بتل رویال ایس کنید. یعنی که میگه چاباکل دباکل این چیزا که میگه، خب برید اونجا به صورت میشه ایس دیگه، باید ایس کنید 300 دفعه تا 170 توکن بهتون بده بچه‌ها. این قسمت بچه‌ها، توی این قسمت بچه‌ها باید چیکار کنید؟ سخاوتمند باشید توی CS رنگ. یعنی چه بچه‌ها سخاوتمند؟ یعنی به همه بیشتر، یعنی هر کی گفت مثلا دیدی بچه‌ها توی CS رنگ، یعنی فرضاً یه چیزی درخواست میکنه مثلا گان، شما مثلا براش میخری، خب شما همه بیشتر به یاراتون کمک کنید. یعنی گفت یخ میخوام براش یخ بخری، گان میخوام براش گان بخری، براش نیت میخوام براش نیت بخری. بچه‌ها 60 دفعه ببخشید 80 دفعه این کارو کنید 170 توکن بهتون میده. میرسیم به این قسمت بچه‌ها. این قسمت هم مربوط به بتل رویال میشه بچه‌ها. تو قسمت بتل رویال با چیکار کنید بچه‌ها؟ شما باید با یاراتون رو 300 دفعه بچه‌ها ریو بدید. یعنی مثل همون الهه دیگه، با مثل CS رنگ الهه بودید اینجا هم باید الهه بشید، یعنی مثل پرستار بشید که هر کی مرد دوباره سری ریوشون بدید تا این قسمت 170 توکن بهتون بده. MVP هم اون ایدراپ و آرسنال هم که توی ویدیو قبلی بهتون گفتم. میرسیم به بویا. تو این قسمت گفته 10 دفعه پشت سر هم بدون که یه بار ببازید، 10 دفعه پشت سر هم باید بویا بشید که
من کارو فقط تونستم 3 بار انجام بدم یا 3 بار بود، نمیدونم چند بار بود، آره 3 بار بود. بچه میرسیم قسمت بعدی بویا. سی استرنگ بچه باید پشت سر هم 20 دفعه مثل بتل رویال بویا بشید که مربوط به حالا به یاراتون میشه، بازی خودتون میشه که حالا دیگه این کارم بخورده آسون سخت هست، باشه میگم آسون سخت هست ولی خب دیگه شدنیه. میرسیم قسمت بعدی ریوایو. بچه گفته این قسمت یعنی چی؟ این قسمت یعنی اینکه وقتی یه نفر داره یاراشو ریو میکنه با استفاده از همون چیز بود که از اون کارت، بچه این فکر کنم اینم رفته از داخل گیم، کارت می‌خریدی با قیمت کم باد وای میستادی تا خودش پرشه، یعنی بدون اینکه بری داخل اون قلبه کارتی از فروشگاه می‌خریدی پر میشه یارو ریو میشد. این فکر کنم رفته بچه‌ها دیگه. اگر هنوز هست میتونید این کارو انجام بدید و هر کسی که داشت اینو خرید داخل فروشگاه و داشت یاراشو ریو میکرد سری میرید و میکشیدش که بتونید 50 دفعه بعد این کار انجام بدید 170 توکن بتون بده. بچه‌ها میرسیم به قسمت نید. بچه‌ها این قسمت نید مربوط به اون کاراکتره میشه که وقتی که نید پرت میکنید نیدات میشه یه خلواری یارو میمیره. آره از اون کاراکتر باید استفاده کنید و چند دفعه استفاده کنید تا 10 تا کیل بگیرید با استفاده از همون کاراکتر و راحت دیگه کارتون در میاد دیگه، راحت میشه این کارو کنید. این قسمت هم میرسه به همون کاراکتر که گفته دفعه بعد بچه‌ها 4 تا نید پرت کنید که بتونید کیل بگیرید که در سرجم با 10 تا کیل با استفاده از نیدا بگیرید بکشید تا بتونید 170 توکن بدن. هم مربوط به همون کاراکتر میشه که میتونید این کارا رو انجام بدید. میرسیم قسمت بعدی. اگه کاراکترش باشه بچه‌ها نمیگه، آره فکر کنم کاراکترش هست. میرسیم به قسمت بعدی بچه‌ها. این قسمت داره چی میگه؟ اون میگه این قسمت داره بچه‌ها میگه که توی قسمت بچه‌ها باید میگه که برید یه منطقه رو اشغال کنید. یه منطقه رو وقتی اشغالش کردید هر کس اومد اونجا بزنید هتکش رو شتک کنید. 300 دفعه بعد این کارو انجام بدید. مثلا برید بیا پی تو پیکو بگیرید برای خودتون بکنیش قلمرو. آره دیگه این توضیح سادهش بود. و میرسیم به این قسمت. بچه‌ها تو این قسمت گفته که باید شما انمیاتونو یعنی انمیا رو بکشید، خب ولی بچه‌ها تا نفر اول نشید، یعنی نفر دوم بشید و کامل شید دیگه، نفر دوم بشید، نفر اول نشید. این قسمت بعدی بچه‌ها تو این قسمت گفته باید به یاراتون چی کمک کنید، یعنی بهترین کمک شما به یاراتون انجام بدید. 300 دفعه باید به یاراتون کمک کنید تا بهتون 170 توکن بده. کمک هم یعنی چی بچه‌ها؟ کمک هم یعنی که مثلا ریوشون بدید، بهشون تیر بدید، بهشون مثلا بهشون یه نید بدید یا جون بهشون بدید یا هر چیزی که میتونید بهشون میتونید انجام بدید. خب این قسمت برسیم به قسمت بعدی بچه‌ها. قسمت بعدی بچه‌ها چی داره میگه؟ قسمت چی میگه بچه‌ها؟ این قسمت داره میگه که از نمای دور، از نمایی که انمیتون دوره از شما اونو باید انمیتون رو بکشید. این کارو با 300 تا انجام بدید تا بهتون 170 توکن بده. قسمت بعدی میگه از نمای نزدیک بکشید، یعنی که 1 متر 2 متر دو طرف فاصله دارید، یعنی وایت بدید با هم، یعنی فایت بدید با هم، یعنی همو بگیرید. مثلا وقتی که طرف داره مثلا میاد جلو یخ میزنه تو میپری جلوش، مثلا با ام پی هتشو میزنی و تمام میشه. این میشه نمای نزدیک. قسمت بعدی بچه‌ها، قسمت بعدی داره میگه که شما ساب کنید تواتون برام، شما میگه که با کمترین فکر کنم آره داره میگه با کمترین مشکل بین 10 نفر برتر باشید، یعنی که برید کمپری کنید. 300 دفعه باید برید کمپ کنید تا برسه به فینال، یعنی فینال بشه، یعنی 10 نفر بین 10 نفر برتر بشید. نینجا چی میگه بچه‌ها؟ نینجا اینجا میگه که باید شما یه منطقه رو، همون قسمت قبلی دوباره میگه یه منطقه رو فتحش کن، 300 بار این کارو انجام بده، مثلا این پیکو بگیر برای خودت و هر انمی اومد داخلش بکشش، همین. و گفته 300 بار این کارو انجام باید بدی. قسمت بعدی بچه‌ها چی میگه؟ قسمت بعدی داره این موضوع رو به ما میگه بچه‌ها. صدا هم واقعا گرفتیه، واقعا ویدیو هم فکر کنم زمانش هم زیاد نشد، هم مثلا پارت اول شده. این قسمت داره بچه‌ها میگه که شما منتظر یه فرصتی باشید که طرف که داره، مثلا شما کمپ کردید که شما کمپ کنید یه جا، وقتی طرف داره میاد سمتتون یه دفعه بپرید جلوش، مثلا هتیشو بزنید، که باید این کارو 300 بار انجام بدید تا بهتون 170 توکن بده بچه‌ها. میریم به قسمت بعدی بچه‌ها. قسمت بعدی اینو به ما میگه که بچه‌ها تو این قسمت شما باید توی سی اس رنگ باید حدوداً 30 تا پلیر رو پشت سر هم بکشید، 80 تا پلیر رو، و تا میرسه به 300 پلیر رو پشت سر هم بچه‌ها
بچه باید شما متوالی توی سی اس رنگ بکشید. یعنی که مثلا شما یه دست استارت کردید 12 تا کیل گرفتید، دوباره یه دست دیگه استارت میکنی، یعنی همش باید شما کلش بازی کنی، یعنی یه دفعه هم نباید بری بتل. درسته؟ این یعنی باید شما 300 تا انمی بکشید که بچه‌ها پشت سر هم، یعنی که همش یعنی کلش باید بری. اینم کار ساده ای که مثلا کار ساده ای نیست بچه‌ها، ولی خب باید وقت بذارید دیگه بچه‌ها. چیزی رایگانی تو هر چیزی رایگان زندگیتون بچه‌ها باید براش تلاش کنید دیگه. وقتی که یه چیزی رایگان میخوام بهتون بدن، ممکنه حالا یه رایگان بهتون بدن، ولی خب بچه‌ها هر چیزی توی دنیای ما باید براش تلاش کنیم. این قسمت هم که خیلی آسونه بچه‌ها، هم مربوط به سی اس رنگ میشه. گفته که بچه‌ها 300 دفعه اولین نفری باشید که انمی رو بکشید. یعنی وقتی که مثلا اون وقتی میرید توی سی اس رنگ، وقتی دیگه اون قسمت قرمزی که براتون محدوده گذاشته تا اون وقتی تمام نشده نمیتونید برید، وقتی اون بازو شما سریع باید برید یه انمی رو بکشید، یعنی اولین نفری باشید که کیل گرفته تو اون مچ. و 300 بار این کارو انجام بدید 170 توکن بهتون میده. این قسمت علامت سوال هم هیچی نیست بچه‌ها، دیگه تموم شد. قسمت بتل رویال رو کامل بهتون توضیح دادم، دیروزم بهتون توضیح دادم این قسمت رو، و دیگه بچه‌ها چیزی برای گفتن نمیمونه، همه‌شو بهتون توضیح دادم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما برای حمایت از من این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید بچه‌ها. ویدیو بعدی رو پارت سوم، اگه این ویدیو به 500 تا ویو خورد بچه‌ها، 500 تا ویو دیگه واقعا چیزی نیست، و حدوداً لایکاش هم حالا هر چقدر شد پارت سوم براتون میذارم، و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید تا پارت سوم براتون هر چه زودتر براتون بذارم. تا ویدیو بعدی، یا علی.